گروهی از صاحبکاران مرکز تجارتی سوخدیان در ناحیه باباجان غفورов شکایت میکنند که صاحبان این بازار برخلاف شرطنامه از آنها پول طلب میکنند. ولی مالک این مرکز تجارتی میگوید سخن از مبلغ‌هایی میرود که برای خراجات و آبادانی بازار باید پرداخت شود. تاجران اعتراض میکنند که مبلغ اضافی در حال ستانده می شود که آنها طبق شرطنامه هر ماه از 500 تا 700 سامانی اجاره پولی میدهند. اما هر سال سالانه گفتاسیان زیرواری که 15360 سامان یک دکانم به دویم دکانم به 14080 سامان پولی ساختمانه میتیتان گفتم ما داداسگی بودیم پولی ساختمان گفته داداسگی بودیم حاضر اینجا میشه و یا گفتاسیان که اجاره پولی ساختمان پولش میتیتان گفتن دو سال ساختمانشو من نیم سالم پیچت زنی من لیش من خودم پول یافته دادگیم نه 10000 قرض گران آورده دادم. به گفته صاحبکاران طرفها در سال 2019 به سازش رسیده بودند که مرکز تجارتی سوخدیان از حساب خود بازار را نوسازی میکند و جواباً آنها در این مدت خرج بازسازی را میپردازند. 2 سال گذشت ولی حالا هم پرداخت علاوگی ادامه دارد. اما رهبر مرکز تجارتی سوخدیان این ادعا را رد میکند و میگوید برای ساختمان از نوسازی و یا کارهای دیگر در علاهیدگی از تاجران مبلغ گرفته نشده است. در حقیقت همین خیلی گپزنان بود. گپا بود که برای کارهای ساختمانی از صاحبکاران مبلغ گرفته می شود. برای کارهای ساختمانی صاحبکاران رازگی دادن، یک مقدار دیگرشون رازگی ندادن و از طرف مؤسس همین قرار قبول کرده شد که از یگان کس یگان سامان یگان مبلغ گرفته نمی شود. ما با مبلغ های خودی با گرفتن قرض از بانک ها کارهای ساختمانی سر میکنیم و اجرا میکنیم. ولی به گفته تاجران در پرداخت ها نظم و ترتیب و موافقت با شرطنامه ها نیست. سرشنده و وعده دادن مجلس کردن همه رازگی کردن که 2 سال و 3 سال و مایه دستگیری کنید دستگیری میشه 2 سال و هر سالانه و چقدر کیم به چقدر و ساختمان توری باشد همین میتیتان ثانی و آینده و هیچم فقط هر ماه ابشت داده میگردیتان گفتگی حاضر همین سال 3 سال دادیم یگان بار و تا که میتیم گوییم تا عمرت چقدر باشد نه براشتاسی می خسته برفتن که جادوه دیگره میبیاد گفتاسیم 1 سال 19200 با هر ماه 760 میسپوریم. این 2 سال سپردیم. من سالی 3 واسه با میسپورتم چند سال دیگه میسپرم باقی مونده. این اصلا استرایگی پولش گفته گرفته بودن. حاضر میگن که نه استرایگی پولش نه این ماهانات. فروشندگان نگرانند که در حالت ندادن این مبلغ‌ها ممکن است از جای‌هایی که هنوز پیش از این شرطنامه به آنها تعلق داشتند محروم شوند. آنها همچنین از ورشکستگی به علت همهگیری کووید 19 و بسته بودن مرزها و بند ماندن مالشان در هراس بوده میخواهند پرداخت علاوگی برهم داده شود. مقصدی ما پولم گراندتی ما قسم داده نتونست 2021 قرض گرفته داده سیمده پولم پیش از این ساختمان ساختگی قرض گرفتن داشت بارمون موندکشنی قدر سما ما کارگر نمیتونیم حاضر وقتی کووید 19 ما اینقدر به یه وضعیتی آمدگی از جناب التماس میکنیم که ما دستگیری کنن حکومت به مراجعت کنیم پروکراتور به مراجعت کنیم کروپسی به مراجعت دوشنبه به درجه رفتید همه مکتوبا آمده است حالی گفت نیست در جواب چی بگن ویا جوابش ما هم در جواب ندادست دنیق نیست امروز فقط فردا منمی کشال گشتال منمی. در مرکز تجارتی سوخدیان حدود 350 دکان موجود است و نیم سال اخیر سودا در این بازار با مشکل روبرو شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورov.